Audio Jungle. با کسی حرف میزدی؟ نه، فقط یه قرار تلفنی بود. خب پس ادا کجاست؟ گفتن با هم رفتین توی حیاط. من با تلفن صحبت میکردم، نمیدونم. خیلی طول کشید، گفتم باید قضیه مهمی باشه. شرکت ایتالیایی بود، نتونستم تمومش کنم. مشکلیه؟ نه مشکلی نیست. خب دیگه بیا بریم تو، الان نگران میشم. به نظر من بزرگترین ثروت انسان داشتن یه خونه امن و آرومه، وگرنه هم پول داشته باشی و هم قدرت به چه دردی میخوره؟ اینطور نیست؟ شما چی میگید آقا جمیل؟ چی میتونم بگم؟ منم درست مثل شما فکر میکنم. خونه امن مثل یه هدیه میمونه، نصیب هر کسی نمیشه. آفرین، چقدر خوب گفتین. انشالله بچه هاتونم بعد از ازدواج این خوشبختی رو به دست بیارن. امیدوارم آقا فیاض. حالا هنوز نه به باره نه به داره، بعدن در مورد اینا حرف میزنیم. الان در مورد نامزدی حرف بزنیم بهتره. دنباله لباس آبی خواهرمو من میگیرم، وگرنه به نامزدی نمیام. از الان بهتون گفته باشم. خواهرت نیست، نامزدی پسرت سعادت. واقعا؟ ما میخوایم نامزدی رو همینجا کنار استخر بگیریم، مگه نه بابا؟ آره البته اگه آقا جمیلی نام راضی باشن. ولی نامزدی رو تو خونه دختر میگیرن، این رسم ماست. استثناها رسم از بین نمیبرن آقا جمیل. به نظر ما اگه نامزدی اینجا باشه برای شما هم راحت تر. ممنونیم، ولی ما میخوایم وظیفه‌مون رو انجام بدیم. واسه دختر بزرگمونم نتونستیم جشن بگیریم. آره دلمون میخواد برای ملدا سنگ تموم بذاریم. اما آقا جمیل ما خانواده بزرگی هستیم. خیلی بزرگی. یعنی امکان نداره تو خونه نامزدی بگیریم. نظر تو چیه ملدا؟ من میگم یه جشن کوچیک بین خودمون بگیریم. دیگه چی؟ فامیلامون چی میگن؟ یه عمر میخوان سرکوفت جشن نامزدی هارون استان رو به سرمون بزنن. خواهرم راست میگه، فامیلمون اینجور چیزا رو دوست دارن. تو چی میگی بابا جون؟ ببینین حیات خونه ما خیلی بزرگه، قشنگ چراغونیش میکنیم. در ضمن 40-50 نفرم راحت جا میگیره. 40-50 نفر؟ چی میگین آقا جمیل؟ ما دست کم 100-150 نفریم. خب اگه اینطوره پس ما یه سالن میگیریم که هیچ کس هم نگران نباشه. من یه نامزدی شایسته دخترم میگیرم. منظورتون کنار استخر یه هتل بود؟ باشه، اگه اینو میخواین همین کار انجام میدیم. تو رو خیلی دوست دارم هارون. منم تو رو خیلی دوست دارم. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La 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 la.
dakikada geçti. Gözlerin gözlerimi canım bir dakikada içti. La 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 la. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La 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 la. تولگا پسرم زود باش بیدار شو، دیرت میشه. تولگا عزیزم. تولگا بیدار شو عزیزم. چرا اینطوری با لباسای بیرون خوابیدی؟ همه جات هم که گرد و خاکیه. دیشب چی کار میکردی؟ چی کار کردم؟ آخ نفست هم که هنوز بوی مشروب میده. نخ من چی کار کردم مامان؟ مامان تلفنم کجاست؟ نمیدونم پسرم، من ندیدم. باشه پسرم ناراحت نشو. حالا بدون تلفن چی کار کنم؟ خیلی خوب خیلی خوب باشه، قصه نخور. یکی دیگه جدیدشو میخریم. با کدوم پول مامان؟ حالا خودتو ناراحت نکن، یه راهی پیدا میکنی، همه چی درست میشه. نه مامان، هیچی قرار نیست درست بشه. حقایقو ببین، تو زندگیمون چیزی نیست که درست بشه. دیگه از بیپولی خسته شدم، نمیتونم تحمل کنم. جمیل، فکرم خیلی ناراحته. چرا اصرار داشتی که نامزدی رو ما بگیریم؟ چطوری میخوای این کارو بکنی؟ مگه ندیدی خواهر داماد وقتی صحبت باغ شد یه دفعه قیافش یه شکلی شد؟ من نمیذارم آبروی دخترم بره. حتی اگه لازم باشه تو هتل 5 ستاره میگیرم تا دهن همه رو ببندم. حرف زدن خیلی راحته جمیل خان، ولی پولش از کجا میخوای بیاری؟ پیدا میکنم. اونجاشو به من بسپار. قرار نیست غرورمون رو زیر پا له کنی. تولگا پسرم چایی حاضره. من دارم میرم مامان، شب میبینمت. صبحونه نخورده میخوای بری؟ ببین همه چیو حاضر کردم، یه چیزی بخور برو. ممنون مامان جان، ولی واقعا میل ندارم. تو راه یه چیزی واسه خودت باشه مامان، نگران نباش. راستی اگه چیزی احتیاج داشتی به محل کارم زنگ بزن. باشه عزیزم. میبینمت، خداحافظ. به امید دیدار.
کجا داری میری این وقت روز؟ میرم دانشگاه. باید با استادم حرف بزنم. هارون میاد منو میبره. تو رو میرسونیم سر راه. من میخوام قدم بزنم، شما برین. بس کن ادا. تو که گفتی من اونو فراموش کردم. پس این ادا ها چیه؟ چرا اینطوری میکنی؟ میخوای چطوری باشم آبجی؟ برای تو قضاوت کردن راحته. زندگی داره خوب پیش میره. کاریو که دوست داری میکنی، با کسی که دوست داری ازدواج میکنی. ولی من چی دارم؟ بگو ببینم. ما همو داریم ادا. گوش کن، ما همیشه کنارتیم. نخواستم ناراحتت کنم، از من دلگیر نباش. من همیشه کنارتم، اینو هیچ وقت فراموش نکن. هر اتفاقی بیفته من همیشه پشتتم. میدونم خواهر من، تو هم منو ببخش، اعصابم خورده. همش میگذره، ناراحت نشو. بیا بغلم. دلم کنه، اینقدرم به هم نگو ناراحت نباش. دخترم داری میری؟ آره، به امید دیدار. این دختر چشه؟ صبح بخیر. منم داشتم زنگ میزدم. ببخشید، به هم اجازه میدی رد شم؟ ازش ناراحت نشو، هنوز اعصابش خورده، به جدایی عادت نکرده. میفهمم. بیا بریم. ادا باید با هم حرف بزنیم. من راستش دیشب خیلی مست بودم، حتی یادم نمیاد چی گفتم. اگه ناراحتت کردم واقعا عذر میخوام. اصلا مهم نیست، ولش کن. خب زیاد یادم نمیاد چی گفتم، شاید یکم چرت و پرت گفته باشم. آره، واقعیتش یکم چرت و پرت گفتی. چی گفتم؟ اوف، نمیدونم تولگو، یادم نمیاد. واقعا ازت عذر میخوام. گفتم که اشکالی نداره، فراموشش کن. ببخشید، عجله دارم. تا یه ساعت دیگه گزارش فروشا حاضر باشه. چی؟ آقا بوراک هنوز تایید نکرده؟ نمیدونه زمانمون خیلی کمه؟ باشه اومدم حرف میزنیم. بوراک هنوز گزارشای فروشا تایید نکرده، باور میکنی؟ نمیدونه چقدر وقتمون داره هدر میشه هارون. هارون؟ بله. به چی فکر میکردی؟ مثل اینکه اینجا نیستی. باید یه چیزی رو واسط اعتراف کنم میلدا. سوال کجایی؟ چی کار میکنی؟ تو بوتیکم، داریم با مامانم لباس میخریم. خیلی طول میکشه، باید باید حرف بزنم. خب بیا اینجا. نمیتونم بیام، مامانت اونجاست. میخوام یه چیز خصوصی ازت بپرسم. باشه، کجایی تو؟ تو سالا جاگ نزدیک کیز کولسی. یکم دیگه اونجا. ممنون عزیزم. نمیدونم چطوری باید بهت بگم میلدا. شاید از من متنفر بشه، اما مجبورم که بگم. از عذاب وجدان خوابم نمیبره. هارون، داری منو میترسونی. چی میتونه اینقدر مهم باشه؟ یادته یه آخر هفته به آبا رفته بودم، همونی که تو نتونستی بیای. خب چیزی که دوستات دیده بودن درست بود میلدا. یه دختر پیشم. میدونم هارون. میدونی؟ آره، حقیقتش از اول حس کرده بودم. زنا حس میکنن. تو هر جورم که باشی کسی نیستی که یه دروغو پنهون کنی. در اصل من تو رو به خاطر همین دوست دارم. پس چرا هیچی نگفتی؟ چون منم به اندازه تو گناهکارم.
به خاطر اون دروغ احمقانه ای که بهت گفته بودم ازت فرار میکردم. میدونم چقدر فکرتو مشغول کردم، اما الان همه چیز خیلی بدتره. تو حالی هم که حتی نمیتونم بهت نگاه کنم، نه به تو نه به... نه لطفا اینطوری نگو، دیگه گذشته. اون دختر هر کی باشه میدونم اهمیتی نداره. مطمئنم که دیگه نمیبینیش. نکنه بهت زنگ میزنه. دیروز تو حیاط کسی که باهاش حرف میزدی اون بود؟ نه اصلا. میدونی که تو الان تو زندگیمی و قراره با هم ازدواج کنیم. من میخوام اتفاقایی که تو گذشته افتاده رو فراموش کنم. دیگه روزایی بد گذشت. به عشق تو هیچ شکی ندارم. اینقدر دوستت دارم که نگو. خیلی خیلی زیاد دوستت دارم. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. ادا عزیزم، حالت خوبه؟ اون مطلب خصوصی چیه؟ میخوام ازت پول قرض بگیرم، خیلی سریع به پول احتیاج دارم. چه پولی؟ پول دیگه، باید از اینجا برم. این چه حرفیه؟ کجا میخوای بری؟ دیگه نمیتونم اینجا بمونم، باید برم. هر جام که شد مهم نیست. مثلا یه مسافرخونه ارزون 3-4 روز یا یه هفته. خاطر قارونه نه؟ این به هیچ کس ربطی نداره، به خاطر کسی خاصی نیست. فقط نمیتونم بمونم، لطفاً درکم کن. دارم خفه میشم، آخرم دیوونه میشم. تو یه مشکل دیگه هم داری که نگفتی. واسه چی نمیگی؟ به هم پول قرض میدی یا نه؟ باور کن اجاره خونمو ندادم ادا. حالا فکر کن که پولم پیدا کردی. ببینم خونوادت چی؟ باشه، از یکی دیگه میگیره. ببین عزیزم، اگه میخوای یه چند روز بیا پیش من. مامانم هم خونه نیست ها. ادا پسر تو کجایی؟ چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ آخه گمش کردم. فقط تلفنتو؟ نگاه خودت هم گم کردی. این چه موقع سر کار اومدنه؟ ای بابا متین، تو دیگه شروع نکن. چی شده؟ رئیس صدام زده؟ قراره چی بشه؟ متوجه دیر کردنت شد. به خدا نتونستم حلش کنم. صبر کن الان میفهمی. سلام رئیس، منو خواسته بودی؟ بله درسته. برو حساب داری واسه تصفیه حساب. چرا چی شده؟ همش یه بار دیر کردم، فقط به خاطر همین؟ میدونی که تو بحرانیم. از من خواستن یه نفر انتخاب کنم، برو به اسم تو افتاد. در هر صورت قسمت این بود، تو دیگه اخراجی. برو حسابداری تصفیه حساب کن. پسر چی شد؟ بفرمایین آقا. مرسی دخترم. سعادت خانم داره چی کار میکنه؟ داره اتاقی رو که وسایل قدیمیتون توشه مرتب میکنه. خدا رو شکر امروز حالشون خوبه، نگران نباشین. خوبه بازم چشم ازش بر ندارین. چشم قربان. کردیم امسال هم باید تنها بریم مهمونی. ببین هر کسی کار خودش بار خودش، آتیش به انبار خودش. منظورت چیه؟ تو مهمونی میبینی؟ حداقل یه سرنخ بده. نکنه برجو رو مخ زدی؟ از اونم بهتر. نکنه آنجلینا جولی؟ بگو ببینم پسر، از برجو بهتر واسه پارتی با ریحانه اومدن باید باشه. حالا دیگه اونجاشو نمیدونم داداش. پسر این همه ما با هم نداریم، به منم نمیگی؟ تو یکم دیگه صبر کن، بمبو تو مهمونی دم استخ میترک کنیم. از این استخ چیه؟ قضیه استخ بابا چیز جان از این چیزا سر در نمیاره. منم داشتم توضیح میدادم یه فایده‌ای واسه تفلکی داشته باشم همین. آره. ببین کی داره این حرفا میزنه؟ این روزا یکم عصبانیه. آره به خاطر همین یه کمی بی‌حوصله است. ولش کن. İlkbahar yaz mevsim birkaç mektup birkaç resim yıllar geçse o bir isim unutulmaz
İlkbahar yaz mevsim birkaç mektup birkaç resim. ارزششو نداره خودتو ناراحت کنی. چیزی هست که بخوای به من بگی فیاض؟ تو هم نگی من خودم همه چی رو میدونم. فهمیدی؟ همه چی رو میدونم. صبر کن الان یه جا تو میباری. ولش کن. چرا همچین کاری با من کردی؟ بگو چرا؟ همکارای عزیز، میتونین واسم توضیح بدین چرا اینا هنوز تایید نشدن؟ اینا باید خیلی وقت پیش به ایتالیا فرستاده میشدن. اما به دستور آقا بوراک باشه فهمیدم. اما اونجوری که مشخصه آقا بوراک از دستورات آقا فیاض بیخبره. نگران نباشین ملدا خانم، دقیقا میدونم دستورات چیه. فقط فکر کنم شما اشتباه برداشت کردین که اونم وقتی تجربتون تو شرکت بررسی میشه باید باهاش عادی برخورد کرد. لطفاً به ما اجازه میدین؟ جلسه تموم شده. شما متوجه حرفاتون هستین آقا بوراک؟ من دلیلی برای اشتباه نمیبینم. درخواست آقا فیاض کاملا مشخصه. اینا باید بلافاصله حل بشن. نیتتون واسه دیر کرد غیر قابل فهمه. همسر هارون بودن تو را از بقیه ممتاز نمی‌کنه ملدا خانم. اگه به این دقت کنی خوب میشه. منو با خودتون اشتباه نگیرین آقا بوراک. من برای به دست آوردن این مقام تلاش کردم. حواستون رو بیشتر جمع کنین. ادا اینجا چی کار میکنی؟ منتظر تو بودم آبجی. گفتن جلسه داری؟ خیر باشه. منو میخوای چی کار؟ یه جوری به نظر میای. حالت خوبه؟ آبجی اگه میخوای کمکم کنی یکم بهم پول قرض بده. واسه چی؟ میخوام یه مدت از استانبول دور بشم. حالم اصلا خوب نیست. دیوونه شدی؟ کجا میخوای بری؟ راستش اگه نرم دیوونه میشم. احتیاج دارم یکم تنها بمونم. چی میشه درکم کنی؟ به بابا اینا میخوای چی بگی؟ یه چیزی پیدا میکنم. میگم دانشگاهم تموم شده باید برم مسابقه رسم. رازشون میکنم. چی میشه؟ بدون فکر داری عمل میکنی ادا. همچین چیزی نمیشه. تو همچین وقتی میخوای منو تنها بذاری؟ واسه آماده کردن مراسم نامزدی بهت احتیاج دارم. هم مشغول میشی هم بهم کمک کردی. یعنی بهم پول نمیدی؟ آره؟ فکر میکنی پول دارم؟ مخارج کرم، قسطای مامان، همشون چشمشون به من عزیزم. تازه فیس افاده های شما را فراموش کردم. خیلی خوب آبجی فراموشش کن. هیچی ازت نمیخوام. ادا منظور خاصی نداشتم. ای خدا ای خدا. باشه فردا میبینمتون. فعلا خداحافظ. اصلا شکی نداشته باشین که پیشنهادتون رو با جدیت بررسی می‌کنیم. خیلی متشکرم. کار کردن با شما باعث افتخاره. خدا نگهدار. روز خوش. ادا خانوم. ادا به ملدا خانم خبر بدین که خواهرش بیهوش شده. بله چشم. ادا خوبی؟ حالت خوبه؟ منو ببخش. اصلا نمیخواستم ناراحتت کنم. التماس میکنم منو ببخش. هارون چی شده؟ جلوی آسانسور بیهوش شده بود. ادا خوبی عزیزم؟
آبجی پیشتم عزیزم. به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم عزیزم، تو عزیز منی. من خوبم، چیزیم نیست. فقط چشم سیاهی رفت. اما خواهر این دومین بارته. هارون که اومده بود بیهوش شده بودی. یکم به خودت بیا. مستقیما میریم دکتر. بگیر بخور. بیا پسرم، آچار رو بده. اینو بگی. ببین پسرم، من اینجا تو فشار میدم تا همونو محکم بگیر. گرفتم دیگه بابا. این چه گرفتنیه پسرم؟ یکی ندونه فکر میکنه نون نخوردی، نمیدونه موقع غذا خوردن نفسم نمیکشی. زود باش. اون تلفن رو جواب بده. صبر کن، خودم جواب میدم. بیا اینو بگیر. محکم بگیر اونو. الو، بگو کمون. چی میگی تو؟ صد بگیر. چه چراغی کمان؟ چی گفت چرا؟ من چراغ نخواستم که. مرض میشده پسر ما؟ کرم؟ آخه به من چیزی نگفت که. به هر حال باشه حلش میکنیم. کرم کجاست این پسر؟ نمیدونم به خودم. باز چه کاری داره میکنه؟ بعدا میفهمم. کارت درسته. اونا از دستت دادن. تازه شم اونا اخراجت نکردن که خودت استفاده دی. با من کاری نداشته باش. شوخی میکنم پسر. شوخی نکن رفیق. باشه تولگا. متین وایسا. خب ببخشید، اعصابم خیلی خورده. میدونم رفیق، منم میخواستم سر حالت بیارم دیگه. موقع بعد بیاری همه چی پشت سرم اتفاق میفته. چی میشه یه بارم شانس برون بخنده؟ شانس خیلی وقت داره برود میخنده، خودت خبر نداری. منظورت چیه رفیق؟ یه رفیقی مثل من داری. تو هم که نباشی هیچی. فکر کردی ناراحت شدم؟ راستشو بخوای آره، اما دلخور شدم. بگذاریم. به هر حال زود باش. تموم شد، دستتون رو ببندین. واسه نتیجه آزمایش منتظر میمونین یا فردا میان؟ منتظر میمونیم. باش. آبجی دکتر گفت از استرس چیزی نیست. چه احتیاجی به این همه کاره؟ دکتر گفت تا نتیجه ها رو نبینم نمیتونم چیزی بگم. خودت نمیخواد قضاوت کنی؟ خودم میدونم که طوری نیست، فقط اعصابم خورده همین. خیلی خوب باشه، زود باش بریم یه چیزی بخوریم. اون کیفتم بردار. بیا تو. وقت داری؟ البته. یکم بتونیم حرف بزنیم؟ موضوع چیه؟ ملدا سعی میکنه همه چی رو تحت کنترل خودش بگیره.
یادش رفته چقدر ناشیه. خودشو گرگ بارون دیده فرض کرده. معلوم نیست ملدا این جرأت از کجا آورده. منظورت ملدا خانم دیگه، شوهر خواهر. تو با سابقه ترین فرد شرکتمون و اسمشو میذاری تازه کار؟ این نشون میده که از این کارا هیچ جالید نیست. واسه همین بد نیست به حرفات بیشتر دقت کنی. وضعیتو ببین. شرکت تماما داره احساسیه داره میشه، خبر نداریم. اگه اینطوریه واضح‌تر بگو تا بدونیم چیو تو اولویت قرار بدیم. اگه این دعوای احمقانه بین تو و ملدا رو هر چه زودتر حل کنی خوب میشه بورک. وگرنه بهت قول میدم اونی که ضرر میکنی تویی. چون همیشه اونی که بهتره برنده میشه. امیدوارم حرفام قابل درک باشه. با این حالی که تو داری حتی نمیبینی کی بهتره. میشه 2 کیلو گوجه بدی؟ البته. خوش اومدین. بفرمایید. خیلی ممنون. روز خوش. روز خوش خانم. فردا 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 اینجا چی کار میکنی؟ دلم خیلی برات تنگ شده. من اصلا دلم برات تنگ نشده. ولم کن. با من اینجوری نکن. بیا بریم با هم یه چایی بخوریم. با هم حرف میزنیم. من و تو هیچ حرفی برای گفتن با هم نداریم. اینجوری نگو، ما بچه داریم. گناه دارن. تو نباشی اونا خوشحال‌ترن. بدون ترس اینکه باباشون شب مست میاد خونه داد و بیداد میکنه بچه ها میگیرن میخوابن. میفهمی چی میگم؟ بعد تو دیگه مشروب نخوردم فردا. مثل خر پشیمونم. کاش دستم میشکست. تمومش کن. دیگه گول حرفاتو نمیخورم. این دفعه دیگه نمیتونی گولم بزنی. فردا به خدا ترکش کردم، دیگه نمیخورم. فکر میکنی دوباره باورت میکنم؟ چند بار گولم زدی. منو ببخشی چی میشه؟ کور بشم اگه یه بار دیگه بخورم. دیگه هیچ راه برگشتی نیست. تمام شد. من طلاق میخوام. محض اطلاعت بگم وکیل میگیرم. از رو عصبانیت حرف میزنی فردا. نه تو بدون من میتونی زندگی کنی، نه من بدون تو. کارو به جای باریک نکشون. بهت گفتم همه چیز تموم شد. پیش مامانم، بابام، پیش همه آبرومو بردی. چرا جوابو نمیدن؟ جواب آزمایشو بده بهم. بفرمایید. ممنونم. چیه؟ چیز مهمیه؟ آروم باشید. چیزی برای نگرانی نیست. دلیل بیهوشیتون کمخونی آنیه که به خاطر استرس بوده. چیز مهمی نیست. خب ممکنه به بارداریتون هم مربوط باشه. چی؟ نتیجه آزمایشا نشون میده که شما باردارین. بله. الو ملدا، هنوزم تو بیمارستانی؟ آره. ادا چطوره؟ بهتره. چش بود؟ معلوم شد؟ چیزه، ما الان پیش دکتریم.
یه کم دیگه بهت زنگ میزنم. نکنه موضوع جدیه؟ نه نیست، بعداً حرف میزنیم باشه؟ خیلی خوب. را بیفت، با هم حرف میزنیم. تو چطور همچین کاری کردی ادا؟ چطور این کاری کردی؟ تو ذهنم جا نمیگیره. به بابا میخوای چی جواب بدی؟ آبجی ناخواسته بود، من میدونی. ادا ساکت شو، هیچی نگو. آبروی هممونو میبری. باورم نمیشه که یه همچین کاریو کردی. چطور تونستی اینقدر بی‌مسئولیت باشی؟ آبجی هارون اینجاست، جلوی اون چیزی نگو باشه. اینقدر مزخرف نگو، چطور میتونم بگم؟ هارون چرا بیخبر اومدی؟ کارم تو شرکت تموم شد، منم نگران شدم. چی شد؟ دکتر چی گفت؟ هیچی، گفتش که زیاد به خودش نمیرسه و از اینجور چیزا. خب منم عصبانی شدم. ما رو ترسوندی ادا. خدا رو شکر که چیز جدی نبوده. زود باشین، ماشین اینجاست، بیان شما رو برسونیم. بیا. خوش اومدین. سلام. خوش اومدی. بفرما بشین. خیر باشه، ناراحتی؟ اما همون قصه همیشگی، پول همونطوری که میاد میره. روشم که نامزدی اومد. اون کاره چی شد؟ تونستی پول پیدا کنی؟ تو این دور زمونه کی به آدم پول قرض میده؟ حق با توه. چقدر پول لازم داری؟ خیلی. فقط تالار نیست که، لباس هست، جواهرات هست، همه چیز هست. تنها چیزی که نیست پوله. وام نمیگیری؟ قبلا امتحان کردم ندادم. برو پیش این چیز سرمت، اونی که لوازم خانگی میفروشه. من پیش نزول خور چه کار دارم موسا؟ نمیدونم، یه جوری گفتی انگار. خیلی ممنون هارون، واقعا زحمت کشیدی. ممنونم. خواهش میکنم. فردا تو شرکت میبینمت. شب بخیر. شبتون بخیر. ادا صبر کن، باید حرف بزنیم. بابای این بچه کیه؟ همون قارون حیوونه مگه نه؟ زود باش جواب بده. آبجی لطفاً. لطفاً چی؟ متوجه خانواده‌مون تو چه شرایطی قرار دادی؟ به خاطر تو نتونستم تو صورت هارون نگاه کنم. زود باش شماره‌شو بده به من. آبجی دخالت نکن، به تو ربطی نداره، میفهمی؟ هرگز به من نگو دخالت نکن، من بزرگترتم. فهمیدی؟ من شماره‌شو ندارم. به من دروغ نگو. آبجی میگم ندارم. همون روزی که عکسشو پاک کردم شماره‌شم پاک کردم. اون اصلا به من زنگ نزده. فامیلش چیه؟ نمیدونم. ادا بهت میگم اون حیوانو پیداش میکنه. فامیلیشم نمیدونم. تو با کسی بودی که حتی فامیلشم نمیدونی؟ تو چه جور آدمی هستی؟ حیف تو رو تا حالا نشناخته بودم. خواهش میکنم تمومش کن، بابا اومد. این قضیه اینجا تموم نمیشه. دختره چی شده پچ پچ میکنی؟ هیچی، داشتیم میرفتیم تو. امروز چطور بود بابا؟ خدا رو شکر. زود بشین بیاین تو.
آها ببین تو بابا چطوری اجازه داد؟ پول از کجا آوردی؟ دست آبجی مردام در دفتر حلش. پول بار رو چیکار کردی؟ اونم آبجی حل کرد؟ نه بابا. کجا میری؟ سرسوک پایزم اومد. سلماز واقعا خیلی ازت. دست خودم که نیست، 1 ماه محکوم. نه اینجوری نگو، تنها چاره منم همین بود. زود باش دیگه، دستمو ول نکن. خب بریم، دستمو ول نکنیم. آفرین، همینطوری باش. کیفتو بی خیال بده من بزنم اون. بزنیم رو. آها طرف تو جبه. چه شب ساکتیه مگه نه؟ هارون، به خاطر چیزایی که امروز تو شرکت گفتم ازم دلخور نشو. به خاطر کارا یکم استرس دارم، یعنی بی فکر حرف زدم. هممون باید یاد بگیریم که با استرس دست و پنجه نرم کنیم. حق با توه. به ملدا هم کم لطفی کردم. من، تو، ملدا هممون قرار سالهای طولانی تو اون شرکت با هم کار کنیم براک. اگه به جای اینکه با این مخالفت کنی باهاش کنار بیای کار خوبی میکنی. ملدا دختریه که تو سخت‌ترین شرایط درست‌ترین تصمیم‌ها رو میگیره. ممکنه مثل تو شرکت قدیمی نباشه، اما یادت باشه بعضی چیزا مادرزادیه. هارون، مامانم دیگه داروهاشو نمیخوره. تو رو خدا برو یه نگاه بنداز بهش. کجاست؟ تو اتاقشه. خب چیا میگفتی؟ چه حرفی داریم بزنیم؟ تاوان غلطایی که عروس خانم خورده رو ما پس میدیم. باز چی کار کرده؟ میخوای چی کار کنه؟ تنها مشکلش مسابقه سر قدرته. فکر کنم منو واسه خودش رقیب میبینه. تو هر فرصتی هم که به دست میاره سعی میکنه لهم. مثل اینکه این متوجه نیست از کجا اومده. میبینی؟ این دختر واسه خانواده درد سر میاره. هم بابا تو هم داداش تو گرفته تو دستش. اون دختر یاد میگیره به کجا تعلق داره. تو نگران نباش. همش رویه پوشیدن تو رو داشتم با عشق اولم، اما هیچ وقت
میشه؟ ادا در باز میکنی؟ آبجی چی میشه راحتم بذاری؟ باید راجع به این قضیه حرف بزنیم. با فرار کردن نمیتونی راه حل پیدا کنی. بعدن حرف میزنیم آبجی لطفا. مشکلی هست دخترم؟ نه. کرم کجاست؟ هنوز نیومده؟ با دوستاش رفتن مهمونی آخر سال بابا. خیلی خوب باشه. ادا موقع کشیدن تو چه رویه هایی که نداشتم. انگار طرح کفنمو کشیدم. نگاه کن، به جنازه زنده تبدیل شدم. کی فکر میکردی اینجوری بشه؟ ازت متنفرم، فهمیدی؟ ازت متنفرم. هیچ وقت مال من نشدی. مادر جون، شما اینجا چی کار میکنی؟ توی پسرم بالاخره اومدی؟ آره مادر، منم پیشتم. آبجی به هم گفت که شما داروهاتو نخوردی. اگه من ازت خواهش کنم میخوری؟ بگیرینو بده به عروس خوشگلم. ولی مادر، این انگشتر مورد علاقه توه. از بچگی من دیگه مال من نیست، مال عروسمه. هیچ وقت ناراحتش نکن. به من قول بده که هیچ وقت ناراحتش نمی کنی. هیچ وقت تنهاش نمیذاری. نگران نباش مادر، ناراحتش نمی کنم. قول بده. قول میدم. پسر عزیزم. تولگا هم اومد. سلام، چه خبر؟ هیچی، سلامتی. اومده بودم حالا عمه مسعوده رو بپرسم. پسرم گوشنته؟ اگه بخواین من همین الان میرم یه چیزی براتون. بیرون یه چیزایی خوردم، زحمت نکش. صبح دیر کردی. سر کارت مشکلی که برات پیش نیومد پسرم؟ نه حلش کردم مامان. باشه، منم برم یکم استراحت کنم. این بیماری خیلی خستم میکنه. شما هم یکم با هم دیگه حرف بزنید. خیلی خوب. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر عمه مسعوده. ادا چی کار میکنه؟ همدیگه رو میبینید؟ میخوای چی کار کنه؟ هنوزم نتونسته فراموشش کنه. از این به بعدم نمیتونه فراموشش کنه. ببین واسه یه سورپرایز دارم. چی هست؟ تلفن. وقتی مامانت گفت تلفنتو گم کردی منم یکی برات گرفتم. سوال، من کی ازت تلفن خواستم؟ لازم نیست که بخوای، من گرفتم. چی میشه مگه؟ یه هدیه است. باشه، نمیخوامش. لطفاً برش گردم. اصلا تقصیر منه که به فکر تو هم. هر کاری دلت میخواد بکن. کرم؟ وای بابا، کرکو پرم ریخ. بیا که میخوام همه جا تو بهتره کنم. بیا پسر. چی شده؟ چرا اون چراغو گرفتی؟ چرا من ازش بیخبرم؟ نه بابا، واسه ماشین دوستم. یادم رفت بهت بگم. به خدا میخواستم بهت بگم. پس پولشو چی کار کردی؟ دوستم الان پول نداشت، گفت که چند روز دیگه میاره واسمون. آها، نسیه فروختی؟ آره نسیه. خب چی کار کنم بابا، دوستم بود، نتونستم بگم نه. بخوش که شانس.
ممنونم. بازم تشریف بیارید. روز خوش. روز خوش. خوش اومدی اوستا جمیل. خسته نباشی آقا سرمد. ممنون. بفرمایید بگم یه چایی براتون بیارن. نه ممنونم، دارم نگاه میکنم. نگاه کن اوستا، نگاه کن. شنیدم میخوای دختر شوهر بدی. به سلامتی. خدا خوشبختش کنه. ممنونم. ببین آقا سرمد، نمیتونم از بانک وام بگیرم. میدونی پول لازم دارم. یه چیزه. فهمیدم. لازم نیست خودتو ناراحت کنی، ما کارمون اینه. چقدر لازمته بگو، جور میکنم. خیلی زیاد. از تو خوش حسابتر مگه داری مرد؟ چی فکر کردی؟ که بشینیم با هم حرف بزنیم. باشه. تولگا چه خبر؟ تونستی کاری پیدا کنی؟ نه، تا یه پارتی کله گنده نداشته باشی کار پیدا کردن سخته. باشه بیا بریم یه چیز بخوریم. نه ممنون، میل ندارم. اگه بخوای من میرم با رئیس حرف میزنم، شاید برگردی. نه رفیق، نمیخواد. ببین اگه غرور بیجا و این کله شقیات نباشه زندگیت خیلی بهتر از این حرفا میشه. اون وقت این حرف یعنی چی؟ مگه دروغه؟ حرف دلتو که به ادا نمیزنی، از رئیسم که عذرخواهی نمیکنی، اینام همشون به خاطر غرور احمقانه تو نیست؟ ببین متین، این مشکل منه. اون منو بی دلیل اخراج کرد، چرا باید برم و ازش معذرت خواهی کنم؟ در ضمن قضیه اعدام ربطی به تو نداره. عجب گیری کردی. فرار کن ببینم تا کجا میخوای فرار کنی. اینا رو لطفاً بایگانی کنی. باشه چشم. عصر بخیر. من دارم میرم. عصر بخیر. عصر بخیر. ملدا میخوای بری؟ آره با ادا قرار دارم. چیزی میخواستی بگی؟ نه مهم نیست، فقط میخواستم بگم اگه دوست داشتی شام بریم بیرون. حتما، خیلی خوشحال میشم، اما اگه بتونم از بابام اجازه بگیرم شانس ما امتحان میکنم. باشه پس زنگ بزن خبرم کن. میبینمت عزیزم. این چیه جمیل؟ پول نامزدیه. به ملدا بگو روزشو مشخص کنه. تو هتل 5 ستاره میگیری. اما این پول از کجا پیدا کردی؟ پیدا کردم دیگه. اقساطی برش میگردونی. بذارین یه جای اینجا نمونه. من دارم میرم.
من دارم میرم بیرون مامان. با جیم قرار گذاشتم. کار این دوتا خواهر یکم عجیب و غریب شده. خدا به همون رحم کنه. با ادام که نمیشه حرف زد. هنوز پکره. آره حواسش خیلی پرته. خیلی منتظر موندی؟ نه تازه رسیدم. ادا. بله آبجی. دیشب نمیخواستم بزنمت، فقط نگرانتم. این بارو نمیتونی تنهایی تحمل کنی. واسه پیدا کردن اون آدم منم بهت کمک میکنم. من که گفتم شماره‌شو پاک کردم آبجی، باور نمی کنی؟ کجا کار میکنه؟ من هیچی نمیدونم آبجی. خیلی خوب، من خیلی احمقم. راضی شدی؟ تو نگاه اول عاشق شدم و یه اشتباه احمقانه کردم. با کسی بودم که حتی نمیدونستم کی هست. هرچی میخوای بگی بهم بگو. هرچی میکشم حقمه. اگه میخوای منو بکش بنداز تو این دریا. اینطوری راحت میشم. دیوونه نشو ادا. خیلی خوب باشه، اون چیزی که نباید بشه شده، ما با هم حلش میکنیم. خسته نباشی هنده. سلام دایی جونم، اومدی؟ دایی جون چه خبره سلام؟ مامان بزرگ داره گلکاری میکنه، با منم اصلا حرف نمیزنه. چرا حرف نمیزنه؟ نمیدونم که، میگه اگه با تو حرف بزنم گلا حسودیشون میشه. مامان بزرگ به هم گفت که حوصله هیچ کیو ندارم، هیچ کی نیاد پیشم. پس ما هم پیش بابا بزرگ میشینیم و منتظر میمونیم. باشه؟ باشه. بودو بیا. بذار برم عروسک جدیدمو بیارم. وایسا. باشه. باشه منتظرم. سلام پدر، چطوری؟ خوبم. تو رو اینطور میبینم بهتر میشه. مگه چه شکلیه؟ با بچه ها خوب تا میکنی، بابای خوبی میشی. اگه خدا بخواد. میشی. اون کارهایی که من نتونستم به شماها یاد بدم شماها به بچه هاتون یاد میدی. به خودت کم لطفی نکن. تو خیلی پدر خوبی بودی. نه کافی نبود. نتونستم اونجوری که میخواستم واسهتون وقت بذارم. کم گذاشتم. با اشتباهایی که تو جوونی کردم مامانتون رو خیلی ناراحت کردم. اگه طرز فکر الان داشتم، گاهن از فکر این که مامانت به خاطر من مریض شد خودمو نمیتونم ببخشم. اینطوری نگو بابا، این چه حرفی میزنی؟ تو دنیا اونقدر آدمایی هستن که با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن. پیری رو هر کس یه جور تاثیر میذاره پدر. سکوت نکن آبجی، یه چیزی به هم بگو. تو هنوزم اون آدم رو دوست داری مگه نه؟ فراموشش نکردی؟ نه ازش متنفرم. باید هرچه زودتر این بچه رو بندازیم. اما اونم حق داره که بدونه. نه اون هیچ حقی نداره. اگه بچه تو بندازی ممکنه هیچ وقت بچه دار نشی. اینو میدونی؟ آبجی فردا میخواست همین کارو کنه چون فکر میکرد زوده، اما وقتی فهمید منصرف شد. باشه، اصلا برام مهم نیست. شانس دیگه ایم دارم؟ من اون آدمو پیدا میکنم. راه دیگه ای نداریم. این معما رو با همدیگه حلش میکنیم. چطوری میخوای پیداش کنی؟ شغلش هم ازش نپرسیدی؟ چرا پرسیدم. گفت که تو کار واردات صادراته. اسم شرکتش چیه؟ نمیدونم. وای دلم میخواد یه دل سیر کتکت بزنم دختر.
کجا میری؟ تو چه کمکم کنی چه نکنی من اونو پیداش میکنم. آبجی ارزش اعصاب خوردی تو نداره. زود باشین بچه ها، میخوایم شام بخوریم. برین دستاتون رو بشورین. زود باش زود باش زود باشین. آفرین. بیاین بریم بچه ها بیاین. کرم پول چراغ چی شد؟ با دوستت حرف زدی؟ تا چند روز دیگه میاره واسمون پولو. نه حرف زدم. بابا. بله دخترم. اگه اجازه بدین میخواستم شام با هارون برم بیرون. گفتم باید از بابام اجازه بگیرم. همه یه روز و سر کار با همین دیگه. این بیرون رفتن ها واسه چی؟ ولی سر کار نمیتونیم خوب همو ببینیم بابا. اگه بدونی سر کار چقدر سرمون شلوغه. زیاد دیر نمی کنیم. تاریخ نامزدی هم تعیین میکنیم. خیلی خوب برین، ولی دیر نکنی ها. چشم همه همسایه‌ها به ما دوخته شده. باشه بابا جون نگران نباش. ادا دخترم برو اون سوپو بیار. ادا با تو هم مگه نمیشنوی؟ برو سوپو بیار. باشه مامان. این مال تو. این انگشتر خیلی گرونه. این الماسه. آره همینطوره. مادرم میخواد که اینو دستت کنی. سلامم رسوند. نمیدونم چی بگم، اما الان نمیتونم اینو قبول کنم. بعد عروسی بگیرم بهتره. یعنی تا حالا یه چیز قیمتی مثل این نداشتم. راستش تعجب کردم. میخوام که قبولش کنی. مادرم خواهش کرد. میخواد بدونی که چقدر دوست داره. خیلی قشنگه. از طرف من خیلی تشکر کن. یا نه تو اولین فرصت خودم تشکر میکنم. حالا گوشم با توه. چیزی که میخواستی به هم بگی در چه مورد بود؟ ادا این مال تو. تولدت مبارک خانم. ولی داری شرمندم میکنی. میدونم به خاطر آبجیم تورم ناراحت کردم. لطفاً دلگیر نشو، ولی خیلی مهمه. این چه حرفیه عشقم؟ اون خواهر توه. البته که بهش توجه میکنم. راستش منم نگران شدم. چیه که اینقدر مهمه؟ باید اون کسی که اداره ترک کرده پیدا کنم. تو آگاهی هم که آشنا داری، میتونیم پیداش کنیم. میشه لطفاً برام پیداش کنی؟ باید جواب خیلی سوالا رو بهم بده. خیر باشه. چیزی شده؟ نه، چیزی که نشده. حال اداره اصلا خوب نمیبینم. یه بارم شده میخوام با اون آدم حرف بزنم. به نظر من دخالت نکنیم بهتره. نمیشه.
اون آدم واسه من خیلی مهمه. باید حتما پیداش کنم. مطمئنی چیزی نشده؟ فقط میخوام باهاش حرف بزنم. کمکم میکنی؟ سعی میکنم هر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم. اسمش قارونه. اما این دختره دیوونه فامیلش هم نپرسیده. شمارش هم پاک کرده. پس چی جوری پیداش کنیم؟ چی ازش داریم؟ تو کار واردات و صادراته. اگه میخوای بنویس. نه لازم نیست، یادم میمونه. شاید از طریق تلفن‌های شرکت بتونیم پیداش کنیم. انگار همه خوابیدن. هیچکی نیست. خیلی شب خوبی بود. یه قهوه میخوری؟ دیر وقته، مزاحم نمیشم. قضیه که تو رستوران بهت گفتم یادت نمیره که. چی؟ قارونو میگم، یادت نره پیداش کنی. نه یادمه. خیلی خوب، ممنونم. میبینمت.
چه بچه های باهوشی دارم من. ببین چه خوب کار میکنن. خب اینا نوه های خودم دیگه. ادا چی کار میکنی؟ چرا همینجوری وایسادی؟ هیچی. داری میری نمایشگاه؟ خیلی دوست دارم مامان جون. منم دوست دارم. تو هم خاله رو ببوس ببینم. آبجی بیا تو رو هم ببوسم. این کارها برای چیه؟ مگه عیده که این کارها رو میکنی؟ هیچی، دلم خواست. خیلی مواظب خودتون باشی. مواظبی، تو نگران نباش. شب دیر نیای خونه ها. این روزا بابات خیلی عصبیه، میدونی که. بابا و کرمم خیلی دوستشون دارم. یه دقیقه صبر کن ببینم تو دیشب خواب بدی دیده بودی؟ جوونن دیگه، هر روزشون با روز دیگه فرق میکنه. امشب عیالامونم ورداریم بریم بیرون. باشه بریم. آقا هارون امروز یکم دیر تشریف میارن. میتونیم شروع کنیم. اگه یکم منتظر بمونیم بهتر نیست؟ بعداً باید همه چی از اول شروع کنیم. بفرمایید. زحمت نکشین. لطفاً ادامه بدید. چرا دیر کردی هارون؟ نگران شدم. تلفنت هم که جواب ندادی. چیز مهمی نیست، با هم حرف میزنیم. همونطوری که توی پرونده ها میبینید خوش اومدین. سلام. ملدا خانم تو اتاقشونن. الان توی جلسه هستن. اگه میخواید خبرشون کنم. نه مزاحم نمیشم. یه چیزی براش آورده بودم. اگه اشکالی نداره میذارم تو اتاقشون. باشه حتما، بفرمایید. اینا آمار تک تک صادراتیه که سال گذشته انجام دادیم. برای دیدن تفاوتاشون یه نمودار کشیدیم. سال گذشته همین موقع 45% صادرات داشتیم، ولی امسال این رقم به 25% رسیده. وارداتمون هم 60% بود که امسال 35% شده و این آمار اصلا آمار خوبی نیست. سلام، خوش اومدین. سلام، آقا بوراک هستن؟ آقا بوراک توی جلسه هستن. فکر کنم حدوداً 10 دقیقه دیگه تموم بشه جلسهشون. خیلی ممنون. خواهش میکنم، بفرمایید بشینید. خب در مورد قضیه که دیروز بهت گفتم تونستی کاری کنی؟ به نظر میاد به خاطر اون دیر کردی. آها، اون مسئله. دارم تلاشم میکنم. ملدا خانم. بله. خواهرتون چند دقیقه پیش اینجا بودن. یه بسته براتون گذاشتن و رفتن. اینو ببین. چه
چه مدل قشنگیه، عین رویاهام میمونه. یه نامم هست: خواهر از جان عزیزترینم، امیدوارم لحظه های خوبت ماندگار بمونه. استغفرالله. این دیگه چیه؟ چی شد؟ چرا حالت گرفته شد؟ نمیدونم، ولی این کار شادی نیست. اینو تو خونم میتونست بهم بده، اما تا اینجا اومده. مگه خودت نمیگفتی این اواخر رفتارش عجیب شده؟ نه همچین چیزی نیست. مشترک مورد نظر خاموش می باشد. تلفنشم خاموشه. بلدا چی شده؟ نمیدونم چرا اینقدر یه دفعه نگران شدی. اون خواهرمه، معلومه که نگرانش میشم. باشه، چه اشکالی داره؟ مگه طراح لباس نیست؟ خب واسه یه مدل طراحی کرده. پس این نامه چی؟ به نظرت عجیب نیست؟ چیزی که الان برام عجیبه این عصبانیت بی حد و اندازه توئه. هارون تو یه چیزایی نمیدونی. من چیو نمیدونم؟ باز چیو داری از من پنهون میکنی؟ نمیتونم بهت بگم. چرا؟ چون این راز اداست. خجالت میکشه. از من خواست که بهت نگم. برای منم گفتنش راحت نیست. حقیقتو واسه همین پنهان میکنم، میفهمی؟ چیو باید بفهمم بلدا؟ حرفتو واضح بهم بزنی. ادا حامله است. میخواستم بهت بگم ولی واسه منم راحت نبود. اول باید خودم باهاش کنار میومدم. الانم با این مدل عروس و این یادداشت مسخره. وای خدایا، همه این مشکلات جمع شده روی هم. کجایی ادا؟ کجایی؟ خیلی دوست دارم سوال. هیچی، همینطوری از دلم اومد. میبینمت. مراقب خودت باش. الو ادا، چطوری تولگا؟ خوبم، تو چطوری؟ کجایی؟ میخوام یه چیزی بهت بگم. تو همیشه دوست خوبی برام بودی. من اگه بعضی وقت دلتو شکستم میخوام ازت خواهش کنم منو ببخشی. دیوونگی نکن ادا، چه عذرخواهی؟ ببین تو خیلی آدم خوبی هستی. هر کاری هم که بکنی هیچ کس رو ناراحت نمی کنی. خوشحالم اینطوری فکر میکنی. دیگه باید قطع کنم. خداحافظ. وایسا ادا، قطع نکن. کجا میخوای بری ادا؟ بله. ادا حتما باید با هم حرف بزنیم. چیزی که از خواهرت شنیدم میخوام بدونم درسته؟ آره درسته. بس چرا به من نگفتی؟ چون همش تقصیر منه. یادت رفته اینو خودت بهم گفته بودی. ادا الان کجایی؟ بگو بیام پیشت. لازم نیست همدیگه رو ببینیم. نگران نباش. فکر کردی من یه بچه‌ام ولی اونقدر بزرگم که بتونم با این مسائل دست و پنجه نرم کنم. ادا خواهش میکنم. نگران نباش. همه چی همون جوری که شروع شد. این چه حرفیه ادا؟ تمام لحظه هایی که با هم داشتیم فراموش نمی کنم، ولی تو باید منو فراموش کنی چون همش تقصیر من بود. ادا خواهش میکنم بذار هم دیگه رو ببینیم. به سلامت هارون. امیدوارم خوشبخت بشیم. بفرمایید، مسافرای آقا جان همونن. بفرمایید. بفرمایید داداش. متشکرم. میشه جان.
تمام لحظه هایی که با تو داشتم فراموش نمی کنم، اما تو باید منو فراموش کنی. به سلامت هارون. همه چی همونطوری که شروع شد تموم میشه، چون همش تقصیر من بود هارون. همه چی تقصیر من بود. شب خوش خورست خانم. منو ببخشین این موقع شب مزاحمتون شدم، ولی یه قضیه مهمی است که باید به سرعت به یه نفر دسترسی پیدا کنم. مشتری سیم کارت شماست. میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم یا نه؟ متشکرم.
ادا میدونم که اون تویی. در باز کن. ادا 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 ادا